میدونید ترامپ چیا خواسته؟ محور مقاومت باید کاملا منحل شده و ایران نیز باید از هر گونه اقدام علیه اسرائیل پرهیز کند. تمام زندانیان آمریکایی، یهودی و اروپایی نیز باید بدون قید و شرط آزاد شوند. همچنین تمام موشک‌های بالستیک کوتاه برد و کروز ایران باید گزارش، جمع آوری، توقیف ساخت و منهدم شوند. تمام مراکز تحقیق و توسعه فناوری فضایی ایران و ساخت ماهواره باید توسط ایران برچیده یا تحت نظارت کامل سازمان فضایی استارکام و ناسای آمریکا قرار گیرد. آمریکا باید بر تمام فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مانند نیروگاه اتمی بوشهر، اصفهان و عراق نظارت کند. تمام رهبران مقاومت فلسطینی، عراقی، لبنانی در ایران را تحویل آمریکا بدهد و محور مقاومت را متلاشی کند. عادی سازی در تمام سطوح بین ایران و اسرائیل از جمله تأسیس سفارت در ایران و اجازه ورود یهودیان به ایران امکان پذیر شود. این فقط نیست، شروط دیگه هم داره، براتون میخونم و بخشایش بود. ایران نباید سلاح هسته‌ای و موشک بالستیک قاره‌پیما داشته باشد. باید با توسعه موشکی و همچنین سایر تسلیحات و توانمندی‌های نامتعارف و متعارف ایران مقابله کرد. شبکه تروریستی ایران باید خنثی شود. یه سری دستور هم به وزارتخونه‌های آمریکا داده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال فشار اقتصادی حداکثری بر دولت ایران از جمله تحریم، اعمال مکانیزم‌های اجرایی علیه افرادی که تحریم را دور می‌زنند. وزارت خارجه آمریکا اجرای کارزاری برای صفر رساندن صادرات نفتی ایران با همکاری وزارت خزانه‌داری و همچنین اصلاح معافیت تحریمی. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل همکاری با متحدان واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی که همون مکانیزم ماشه است.